این ویدیو رو ببین. خب دیدیش نه؟ هر کس نظر شخصی خودش رو در این باره داره. لس آنجلس و همچنین غزه. ولی اینو باید بدانیم که ذات عالی الله متعال ذات غیور، ذات با غیرت و قدرتمند هست و هیچ کار بنده هاش رو بی جواب نمیگذاره، چه خوب باشه چه بد. خصوصا ظلمی که یک ظالم بر بالای یک مظلومی میکند، این رو الله متعال هیچ وقت بی جواب نگذاشته و نمیگذارد. یادتون میآید اون روزهایی که غزه رو با بمب‌های آمریکایی بمباران میکردن، زن و مرد غزه، طفل‌های معصوم غزه رو در آتش زنده زنده میسوزاندن و با مسخره صدا میزدند و میگفتند کجاست خدای شما که بیاد از ما انتقام بگیرد؟ بله، این از خدای مسلمان ها آمده قدرت نمایی کرده، میتونین جلوشو بگیرین. چوب خدا صدا ندارد، گر بخورد دوا ندارد. غزه رو با تمام قوا و قدرتشان، با تمام زورشان در یک سال به اون حال رساندن، ولی یک امر طبیعی و یک قدرت نمایی کوچک الله متعال لس آنجلس رو به این حال رساند در یک روز. اگر آمریکا را با بمب اتم هم که میزدن 57 میلیارد دلار ضرر نمی کرد. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله والله عزیز ذو انتقام. گمان نکن که الله متعال وعده خلافی میکنه به اون وعده هایی که به پیامبرانش داده و الله متعال صاحب انتقام و با قدرت هست. السلام علیکم و رحمت الله.